امشب شب شوخی نبود. تراکتور صعود کرد و استقلال 3-0 برد. فوتبال ایران امشب ترکوند. در مهمترین بازی امشب استقلال تونست 3-0 المحرق رو شکست بده و به مرحله دور بعد صعود کنه. استقلالی که واقعا امشب خیلی عالی بازی کرد، یعنی ببین تا آخر این جام اینطوری بازی کنه حداقل یکی از 4 تیم برتر این جام خواهد بود. البته ناگفته نمونه که المحرق هم یه اخراجی داد، ولی خب بازم استقلال فوق العاده قشنگ بازی کرد. از اون طرف یاسر آسانی و مخصوصا صالح هردانی و خیلی های دیگه واقعا ترکوندن امشب. میخواد شوتم بزنه که حالا خوشگلی میزنه. استقلالی که با ترکیب آنتونی آدان، صالح هردانی، سامان فلار، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، امیر محمد رزاقی نیا، روزبه چشمی، یاسر آستانی، منیر الحدادی، اسماعیل قلیزاده و سعید سرخیزان وارد این میدان شد و از اون طرف آماری که کامل به نفع استقلال بود. 63% مالکیت توپ، 14 تا شوت در مجموع و 3 تا سیو و 378 پاس صحیح، 5 تا کورنر و 10 تا آفساید. که از اون طرف صالح هردانی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. گل‌های استقلال هم اسماعیل قلیزاده، یاسر آستانی و نازون گل‌های استقلال رو زدند. واقعا دم تیم‌های ایرانی گرم. استقلال و به خصوص اونم تراکتور که از اون طرف نخبگان رو ترکوند، مخصوصا امیرحسین حسین زاده دمشو گرم، نماینده ایران، و از اون طرف هم سپاهان اونم صعود کرد. واقعا امسال سال خوبیه برای ایرانیا. حالا تا ببینیم تا بعد چی میشه. در جام ملت‌های آفریقا در گروه سی نیجریه 2-1 تانزانیا رو شکست داد و از اون طرف تونس 3-1 اوگاندا رو شکست داد و همچنین در جام ملت‌های آفریقا در گروه دی جمهوری دموکراتیک کنگو همون تیم گال کاکوتا 1-0 بنین رو شکست داد و سنگال 3-0 بوتسوانا نمیدونم اینطور کشوری اون رو شکست داد. در لیگ نخبگان آسیا هم السد 4-2 شعب الاهلی و همون تیم سردار آزمون رو شکست داد و الاتحاد با تک گل کریم بنزما نصف قارشی رو شکست داد. در جام اتحادیه لیگ انگلیس آرسنال با تساوی 1-1 با کریستال پالاس به ضربات پنالتی رفت و 8-7 پیروز مسابقه شد و همچنین در لیگ برتر پرتغال بنفیکا 1-0 فامالیسا رو شکست داد. خب دوستان ویدیو رو قطع نکنید، اخبار و حواشی مهمی براتون داریم. نیمار گفته اگه به فینال جام جهانی برسیم قول میدم گل بزنم. این حرف رو خطاب به مردم برزیل میگم، اونا میتونن تو تابستون روی من حساب کنن. اینم عملکرد هالند تو بازی‌های اخیر سیتی که پشماتون میریزه. واقعا این بازیکن نمیدونم تا کجا میخواد پیش بره. حالا به نظرتون توپ طلای امسال مال هالنده یا امباپه یا یامال یا هری کین؟ حالا دیگه بین ایناست. حالا به نظرتون کی میبرش؟ امروز تیم زنان چلسی موفق شد تیم زنان لیورپول رو با نتیجه 9-1 جر بده. گاردین گفته آنتوان سیمینیو رو احتمالاً فصل بعد در منچستر سیتی ببینیم. پپ استرادا گفته وینیسیوس در پایان فصل از رئال مادرید جدا میشه. حالا فکر نکنم، چون برخی از نشریات میگن رئال مادرید به دنبال قرارداد بستن با وینیسیوس. حالا به نظرتون چی میشه؟ کامنت ها بگید. هالند با اینکه 140 بازی کمتر از دروگبا داره ولی تعداد گلاش برابر با دروگبا تو لیگ برتر شده. هر دو 104 گل زدن. و اینم یه خبر فوری، الکساندر ایساک بدون شک مدت زیادی رو غایبه. آزمایشات اولیه اینو نشون میده که به زودی از پاش اسکن میگیرن که ببینن دقیقاً چی شده، مشکل چیه. بله اینم فرم استون ویلا که واقعا تمام بازیاشو تو چند بازی تقریبا 10 بازی اخیر تونسته ببره. حالا واقعا اونای امری سلطان بزرگ کردن تیمای کوچیکه. عملکرد مسی و رونالدو مقابل چند تا از بهترین گلرهای تاریخ که رونالدو در 66 بازی 62 گل به اون گلرهایی که بالا مشاهده میکنید زده و مسیش تو 66 بازی 32 گل زده. گلرها هم که دیگه خودتون میبینید، بوفون، نویر، کورتوا، دخیا، اوبلاگ، لوریس دیگه از بهترین گلرهای اون موقع و الان هم هستن. جود بلینگام امروز با یک هوادار رئال مادرید که به سرطان مبتلا بود ملاقات کرد. دمش گرم. طبق گفته میرو رئال مادرید به دنبال جذب مایکل اولیسه هستش.
27 سال پیش در چنین روزی زنودین زیدان برنده توپ طلا شد. هری کین رکورد آریان روبن رو شکست و به سریع‌ترین بازیکن تاریخ بایر مونیخ برای رسیدن به 100 تاثیرگذاری در گل تبدیل شد. آریان روبن قبلا رکورددار بود. او در 119 بازی به 100 گل و پاس گل رسیده بود. هری کین رکورد جدید خودش رو ثبت کرد و برای رسیدن به 100 مشارکت در گل فقط 77 بازی انجام داده. پشماتون بریزه. صدرنشین‌های 5 لیگ معتبر اروپا در آستانه تعطیلات. فوری از میرو رئال مادرید اولیسه رو میخواد و به زودی مذاکراتش رو شروع میکنه. سانتیاگو برنابئو برای کریسمس داره تبدیل میشه به یه دنیای زمستونی. با اعلام باشگاه لیورپول ایساک تحت عمل جراحی قرار گرفت و چندین ماه از میادین دور خواهد بود. اون دچار مصدومیت از ناحیه زانو و استخوان ساق پا شده. جدول لیگ نخبگان آسیا با حضور تراکتور در رتبه دوم و صعود قطعیش. امباپه اولیسه رو برای پیوستن به رئال مادرید متقاعد کرده. حالا همه چیز به توافق باشگاه رئال مادرید با اولیسه بستگی داره. و خبر رسمی هم وجود داره که انریک بازیکن رئال مادرید به لیون پیوست. حالا اونجا هم براش بهتر بود چون تو رئال مادرید بیشتر نیمکت نشین بود و واقعا بازیکن خوبی هم هست، حقش خورده میشد، ولی خب برای لیون شاید بتونه بهتر بازی کنه. کلوب درباره محمد صلاح گفته که فکر میکنم ذهنیت صلاح رو میشه با ذهنیت کریستیانو رونالدو مقایسه کرد. اون خیلی خوبه. کریستیانو رونالدو و جورجینیا 2 ملک در مجموعه نمیدونم چی با ارزش حدود 8 میلیون دلار خریداری کردند. این جزیره کاملا خصوصیه و فقط از طریق قایق یا هواپیماهای دریایی میتونی به اون جزیره دسترسی داشته باشی. آره دیگه داداش، خلوت کردن. 5 نفر برتر توپ طلا از نگاه اسکور 90 که در نفر اول امباپه، هالند، یامال، کین و دکلان رایس. یه سری از مطبوعات گفتن که تمدید قرارداد وینیسیوس اصلی ترین هدف رئال مادرید تو سال 2026 هستش. اونا هر روز دارن مذاکره میکنن تا این وینگر چپ قراردادش رو تمدید کنه، ولی تا الان نتیجه‌ای نداشته. فقط 4 تا بازیکن تا الان تونستن جلوی اتلتیکو دیگو سیمونه هتریک کنن. رونالدو در 2012، رونالدو در 2016، رونالدو 2017 و رونالدو 2019. سیمونه گفته اگه رونالدو فوتبالیست نبود من تا الان با اتلتیکو مادرید 3 بار قهرمان چمپیونز لیگ شده بودم. واقعا هم راست میگه. منچستر یونایتد برای بازی با نیوکاسل 7 بازیکن تاثیرگذار خودش رو در اختیار نداره. دلیخت، مگوایر، امبومو، برونو فرناندز، مزروی، دیالو، کوبی ماینو. که واقعا یونایتد که دلمون تنگ شده برای این دوران اوجش. گفته فودی هدلاینز این کیت سوم بارسلونا برای فصل بعده که قشنگه، بدی هم نیست. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای بعدی کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله سوت آخرم بزنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.